این اولین ویدیوی لانگه که من بعد از مدت‌ها غیبت اومدم براتون آپلود بکنم و طبق باکسی که توی پیج اینستام گذاشتم سوالایی که ازم میپرسین رو میخوام یه تعدادیش رو یه سریش رو اینجا بهتون جواب بدم. صورتم توی خامترین حالت ممکنشه و هیچ میکاپ و هیچ چیزی روی صورتم ندارم و حس میکنم که حسابی قیافم مثل از این وقتتون رو نمیگیرم و بریم به سوالاتون جواب بدم و ببینیم چیا پرسیدیم. خب اینجا کلی سوال ازم پرسیدین که من میخوام حالا دونه بدونه گلچین بکنم و جواب بهتون بدم. سوال اول، چند سالته یونا؟ بچه‌ها متولد 1308 سالم و به عبارت دیگه 2002 میلادی. توی آستانگی 24 توی آستانه 24 سالگی هم و آبان ماه آینده که میاد من 24 سالم میشه و اصلا بابتش ناراحت و غمگین نیستم و پذیرفتم که سنی عدده و هی میره بالا و بالاتر و نمیتونی جلوشو بگیری. میگم بیشتر میکاپ کن برامون بذار. میکاپ من حقیقتا اگر منظورتون میکاپ آرایشی هستش که من خیلی کم انجام میدم و حس میکنم توش به معنای واقعی، ولی خب بازم راضی کننده است برای من. ولی میکاپ ترسناک و SFX و اینا رو به زودی شروع میکنم و دوباره خیلی میکاپ های جدید و خفن میگیرم میذارم و دلیل اینکه الان یه وقفه افتاده بین کار این هستش که من فعلا لوازم گیریمم تکمیل نیست. بچه کدوم فیلم ترسناک باعث شده خیلی بترسیدی؟ بچه من واقعا از هیچ فیلم ترسناکی که حالا نترسیدم جوری که واقعا بخواد اذیتم کنه و من بگم که oh my god I'm so scared. No. فیلم های سبک روانیطور، سایکوتیکتور و فیلم هایی که یه جوری تو رو مغزتو به چالش میکشه و ریشه روانشناختی داره و تو رو از لحاظ اعصاب و روان به چالش میکشه و ممکنه به ترسونه. اینا بیشتر بر من ترسناکه و یه چند مورد بیشتر فکر نکنم تا حالا دیده باشم. پیج قبلی چی شد؟ پیج قبلی بچه‌ها به خاطر یه سری موضوع من مجبور شدم بفروشمش تا بتونم دوباره دوربین و موبایل تهیه بکنم و کارمو شروع بکنم دوباره. چرا دماغ تو عمل نمی‌کنی؟ این موقعیتش تا الان پیش نیومده برام و فکر نمی‌کنم واقعا دماغ من اونقدر مشکل داشته باشه و بخواد من رو اذیت بکنه که من بخوام دغدغه‌ام قرارش بدم که آره من باید عملش کنم. دماغم رو فعلا دوست دارم و فکر می‌کنم به صورتم میاد. حالا نمیادم نمیدونم. Stop it. Get some help. ولی خب موقعیتش پیش بیاد و خودم دلم بخواد عمل رو انجام میدم. ولی خب در هر صورت همینجوریش هم دماغم خوشگله. یا سینگلی بچه ها سینگلم و اینکه فعلا فکر نمی کنم بتونم آمادگی اینو داشته باشم تا بتونم یه رابطه عاطفی رو بخوام هندل بکنم یا بخوام مسئولیت روی دوشم رو بیشتر بکنم و یه بخشش رو حتی بندازم روی دوش این نفر دیگه. به نظر من توی این موقعیت اصلا کار درستی نیست. دان. رنگ مورد علاقت چیه؟ مشکی و بنفش. به نظر خودت به اندازه کافی قوی هستی؟ هستم آره واقعا، ولی خب بعضی جا خیلیامون با اینکه خیلی قوی هستیم، قوی بودیم توی اتفاقاتی که توی زندگیمون تجربه کردیم توی موقعیت‌های مختلف، ولی بازم بعضی جا کم میاریم و به نظر من خیلی چیز نرماله. اینه که تو خیلی خیلی بریزی توی خودت و وانمود کنی کم نمیاری، اون آنورماله. ولی خب آره اینطور که من هر روز دارم زندگیمو آنالیز میکنم به نظر من به اندازه کافی قوی هستم تا اینجا دووم آوردم. چه خبر خوبی خودت؟ حال دلت چطوره؟ سلام، واقعا بلوچی؟ آره قبلا توی اینستاگرامم اینو اعلام کردم که من اصالتا بلوچ هستم و بلوچم دیگه. آره دوربینی که گرفتی کیفیتش خوبه؟ بچه من بعد از اینکه موبایل قبلیمو از دست دادم یه سری مبلغ تونستم دونیت جمع کنم و چیزایی هم که خودم تو دست و بالم داشتم تونستم یه دونه موبایل و یه دونه دوربین تهیه بکنم که
برای یوتیوب هم ازشون استفاده بکنیم و خیلی ویدیوهای خفن تری داشته باشیم. من این دوربین رو خریدم برای کارم و فعلا ازش راضیم، منتها لنزی که روش فیکس شده لنز نیست که برای فیلم برداری باشه و یه ذره داره اذیتم میکنه. تلاش هم میکنم تا بتونم یه لنز مخصوص فیلم برداری براش تهیه بکنم تا ویدیوهای خفنمون رو با دوربینمون از این به بعد ضبط بکنیم. از نظر کیفیتش هم به نظرم خیلی دوربین با کیفیت و عالی هستش و برای یوتیوب و تولید محتوا اوکیه. مرسی که پرسیدید چرا توی سینما کار نمی‌کنی؟ بچه‌ها من اگر می‌بینین که میتونم گیریمای خوبی رو انجام بدم و توی گیریم حرفی برای گفتن دارم، دلیل بر این نیست که من میتونم خیلی راحت اقدام کنم و برام بگم آره من میخوام توی سینما کار بکنم و بیاین گیریمتون کنم. شرایط سخت‌تر از اون چیزی که فکرشو میکنیم و همون بحث دیده شدن که هنر من خود من دیده بشم که همچین هنری دارم کار خیلی مشکل و دشواریه توی ایران و یه سری پیشنهاد هم داشتم از سمت کسایی که حالا دستشون توی کار فیلم برداری و سینما صدا و سیما و ایناست، ولی منتها اونا به مشکل خوردم و من پیشنهادشون رو کنسل کردم و I don't care. تعداد فالوورامون توی پیج جدید اینستامون اونقدر بالا نیست که کلی سوال توی باکسمون باشه و من بخوام به تک تکشون جواب بدم و کلی کیف کنیم، ولی سعی میکنم دفعه دیگه یه باکس یا 2 تا باکس دیگه بزنم و کلی سوال ازتون جمع کنم و به همشون توی ویدیوی بعدی جواب بدم. در آخر خیلی ممنونم که توی این ویدیو همراه من بودید و سوالای قشنگتون ازم پرسیدین و جوابشون رو ثبت کردین تا بشنوید. اگر سوالای جدیدی براتون پیش اومده که دوست دارین بپرسین توی کامنت ها منتظرتون هستم و میتونین ازم بپرسید. قبل اینکه بخوایم خداحافظی کنیم خوشحال میشم چنل من رو سابسکرایب کنید و ویدیوهامو لایک کنید و زنگوله رو بزنید. خیلی متشکرم. شبتون بخیر. ماشاءالله.